پس بینید تنفس کنیم از جای بکنش میموره. مرا باشیش یک 100 روپه قرض بدیم دوست من با خاطر هنرپیشه هستیم. یعنی زیاد نگشتیم به کابل. خود همینجا کلان شده خودی کت سنگین نه با قرض چه کنه از چرش فهمیدم نشد قرضدار بود. سلام عزیزای دل، انشالله که در هر جای باشه، در هر کنج دنیا باشین جور صحتمند باشین. سلام افغانستان، سلام به سوچار ولایت افغانستان. دوستای عزیز اینجا قسمی که میبینین اینجا کته سنگی هست. بنده فقط خنده در لبای شما جاری میکنیم، با ما باشین میرین که کی شکار ما امروز شوه. حالا میرین یک نفر پیدا میکنیم برای تو پاش لالا. سلام سلام جار بخیر. در سلام به تو بدر. چرا ورخت هستی؟ خوب هستی؟ شکر خودت خوبه؟ چی حال داری؟ الحمدلله. خودت چی حال داری؟ صحت خوب است؟ بخیر باشی. چطور است کار بارتون چطور است؟ والا الحمدلله احسان خداوند است. خوب جور بیخی ماشاءالله دو تایت از بیخی. یادر از کدام ولایت هستی؟ ما خودم از ننگار. ننگرهار. جلال آباد منظور؟ بله جلال آباد. ما یاد در دو نام داره نه؟ از کجای هستی که اساسا قوم آقای شیرایی نباشه؟ سخرو کجا؟ ما که هستیم لغمان. نه از خود مرکز هستیم 94. به 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 به. لالا جان چطور است کاربارتان؟ چطور است با چی میرین پشت موبایل؟ والا شکر خوب است. پشت موبایل است سودا میشه میمانه. شکر خدا روزی رسان است و بالا میشه زندگی است نگذره کتش. لالاقن یک خانواده است یک زن و شوی است. زن و شوی دو تا بچه داره. هر بچه ازی دو تا خواهر داره. اینا جمع که چند نفر میشه؟ هر بچه دو تا خواهر داره. زن و شوی است بله. دو تا بچه داره. هر بچه ازی دو تا خواهرم داره. چند نشان کنی؟ کلش 14 شد. چرا بگو چرا کن؟ هر بچه دو تا خواهر دو تا خواهر از یک بیادره دو تا خواهر از دیگه بیادره. نه عزیز نباره چی میگم 4 تا اولاد داره. دو تاش بچه از دو تاش دختر. همین یک بیادرش که از دو تا خور از یه میشه و دو خور که از دیگه بیادرش هم میشه. جالب خوب مگم نه بس پس بینید تنفس کنیم. خب تشکر سینگو جور بخیر. سلام برادر عزیز روزتان بخیر. صبح خیر باشید. از کدام ولایت هستی؟ از کابل از چاردی هستیم. از چاردی هستی. کجا کارانی دقیقا کجا میری؟ همون کار میکنیم. در چی کار میشه که موتر از یک رسنده؟ دکان در دکان. دکان چی داره؟ برشی رو برشی است. یک نفر 18 گاو داره. از این 18 گاو با جز 10 گاوش باقیش میمونه. چند گاو دیگه باقی نمونه؟ از جای بکنش میموره. دوستی هستی کلش مگه میمونه. خود چون بخاطر که 10 گاو میمونه دیگه. این بود برنامه ما ادامه داره. بسیار ببخشید. او فکر کرد که عزیزان میریم که کی شکار ما میشه امروز. سلام بدر. سلام لالا. خنده لالا جور سی بخیر. خیال داری لالا جان. مرا باشیش یک 100 روپه قرض بدیم دوست مرا. با خاطر هنرپیشه هستم زحمت کشیدم. یک 100 افغانی بده بس موتر ندارم. مرا دیگه نه اگر داشته باشه یک 100 زدم سر دو جوان. یک 100 چی است؟ بشک جوان است. ما یک 100 روپه است میخواست. دوستای عزیز هموطن ما هنوز مهربان هستند. ما یک جهان تشکر. مرا دیگه یک جهان چک دلی دارم. واقعا من امروز شوخی کردم. هنوز مردم ما نمیگه مهربان است. در این شرایط در این مشکلات در این چیزی که خودتان میبینین. برو دیگه لالا چین ما رو بیا یک بغل ما باز اجرات ما رو اعلان نمیکنه. تشکر لالا کن. او قدر که یک صدی ما بهتون نداشتم. خب بیا سنگ ماما جور بخیر. سلام کاکا جان. سلام. چه حال داره؟ خوب هستین؟ بخیر. خوب هستی جان؟ چطور است کار و بار؟ خوبه شکر خدا باش. از این صبح که میای از خانه برای ما گفتن میتونی چقدر درآمد داری؟ یعنی 200 300 میشه.
2.5 ساعت 3 ساعت چند میشه 5.5 ساعت درست است؟ نه 5.5 چطور شد؟ خب برای ما استاد درست است خیر است ما بر جایزه میتونیم یک شعر یگان فکویی برای ما بگو شعر چی بگم مکای شعر خیر است نمی آدمایی که موچی از زیاد شعر بلند مرتک تو شاعر ما پی ندازم خلاص دیگه ما پی ندازم دیگه کار شعر گفتن نمیتونم یکی از خواهش از قدیمی ها نمیتونم گفتن ها نه نمیتونم نمیتونم گفته شعر نمیشه خب نمیشه نه نمیشه نه. چرا ما پی ندازم خب آه تشکر خب بسیار خوش شدم چطور در چند سال هستین 8 سال است همین نانوار خانه کی است ما بچه هستیم بچه چی کار میکنه بچه دکان سلمانی داره یا خاطر شیرین تا بگو اعلام میکنه خاطر شیرین خوبت موچیگیری میکنه دیگه روزی الله از کار میگه مگه خیر ببینید مجی بسیار خوش هستیم یا خاطر تلخ تا بگو طالب به خاطر زمان نفر نه ما اینجا نمیمونه شدن کی نمیمونه نه نمیمونه نه میاد میگه بخری صبح این تا قوی تلخش هست نیست در یک جا نیست دیگه جایتون فرق میکنه در است من نمیجاستم باز بسیار وقت ما نمیمون که بشینیم اینجا تشکر خب از جای دل تشکر ما برنامه ما ادامه داره میریم که کسی دیگر شکار برنامه خود کنیم که او کی هست پرسان میکنیم چی اچا حجر میری جان سلام علیکم خوب هستین برادر دور است بخیر چطور چی کار داره یار از کجا میری یار اشار میاریم اشار میری بله برای ما گفتم میتونین که در چقدر فایده براتون میمونه والا میمونه روز 2 ساعت یا نیم ساعت 2.5 ساعت همینطور از کدام ولایت هستی از این کابل است خود کابل هستی بله از کجای کابل شهر ما کابل است ولسوالی ما پغمان بازرگندی است قریه مرغندی است در کابل قلعه چقرک در کجاست والا نمیشناسمش چی رقم تو بچه کابل هستی خب ما قدر نگشتیم در کابل بگم که چه تو ما تعجب از مگه از کابل هستم ما یک قلعه رو گفتم مگه ندیدم این رقم بچه کابل خدمت چی رقم برات بگم خب یک نام قلعهش بگو قلعه نجران بلد هستی بله نامش شنیدیم خود نرفتیم خب از کابل نیست یا از ننگرهار هستی یا اجم نگشتیم چی برات میگم یعنی زیاد نگشتیم در کابل خود همینجا کلان شده خودی کت سنگین نه در قریه کلان شده قربانتم من شوخی نکنم یک شعر بگو برای ما شعر یاد ندارم یک فکایی بگو برای ما ندارم یک خاطره تا بگو برای ما یک خاطره بگو خیره بگو یک خاطره شیرین تا بگو نمیاد خیستای دل یک خنده که لایت میکنم یک خنده که استای دل خنده کردیم دیگه نه نشد برو شد دیگه خلاص خنده که مردم منتظره برو خنده که خنده خلاص دیگه سکه ای افغانستان تا وقت خنده است خیلی در وقت خنده روز گریان که گریان خوب میتونی گریان خیلی لالاته الهید نمک لالا یا یک سه نیم سه رزی بسه مرا یا الهید نمک بگی نیم سر بی بله دوستان عزیز جوانی که واقعیت از زای دل ببین حتی میگه نیم سر بگیر هنوز مردم مهربان هست پس که بینیده بچه بیا بچهش مادم چی میرسنم اقتصادی مرا بیده خیر ببینی پیسه ندارم دوستای عزیز باور میکنین شما خو از وطن دور هستین یعنی مردم که مهربان است و من نمیفهمم که بخشش برای ما 100 افغانی رو راستی میگیرم لالا تو فکر نکن مذاق است یک صدی دیگه هم بتون لالا واقعا تشکر میکنیم از برادر نامی چی است؟ محمد تقی از کام باید؟ از ولایت بامیان است یک چیز دیگه ما برات میکنم این صدی رو خودت بگی تشکری میکنم این اجازه میده که من بیس غریب بتونم اجازه هست؟ نه از دل و جان اینی دقیقا ما در چیز کامرا میتونم کی اسفندی یا موچی باشه تشکر از دل از طرف از لالا جان محمد نه لالا جان ما تشکر به خاطر دعا کو فقط دوستا اگر شما هم همکاری کنین وطن جور میشه انشالله
ببینید که اگان موچی یا کدام برادرای اسپندی باشه. حالا اینجا یک کراچی هست، شما تعقیب کنیم دوستا، بخشش باشه از کم است، عذر و معذرت ایرم از مردم به خاطر که در فکر شما هستیم. دیگه هیچ کدام بخشش کم است دیگه، معذرت میخوایم دوستا. کسی برشان که بله به خاطر که من صدر افغانی از هموطن خود گرفتم، پس توضیح میکنم در آدمایی که غریب هستن. دوستای عزیز ببینید که امروز با جالب است که یک اسپندی هم پیش ما نیست. آره یک تفلک شیشته میریم. امیره سلام، خوب هستی؟ چند است؟ 5 نفر. 5 نفر. ما 20 نفر برات بتم. چطور اجازه میدی؟ آفرین قندلک. خوب پس یک بسی دیگه مانده با تالیسه که یک فقط دعا کنید. تشکر. خب دوست عزیز بازم ببینیم که کی شکار ما میشه. سلام درود. فکر کنه چرش فهمیدم نشد، قرضدار بود. سلام، چی بچه نترس؟ قندلکا چه قندلک؟ خیر خیرت؟ جور هستی؟ ساکو گوبنده اردوش موی چنگ چنگی گوبنده. نامی چیز از کدام ولایت هستی؟ مصطفی هستم از غزنی. به ولایت غزنی. غزنی چی گپ زدن میتونی؟ نه بخیر. خیلی کجا مری؟ آره تو ولایت غزنی چی زبانش بلد نیستی؟ زبان نمیتونم مثلا. چه که این از کدام زبان کدام ولایت است؟ کجا مری؟ جان جوریست؟ خیر خیرت؟ از کدام ولایت است؟ غزنی است. خیر. چه که من خودم از کابل چطور بلد هستم؟ تو چرا نه والا ما او قدر گپ نمیزنم. شما بلد هستید حالا؟ نه والا. نامی چیست؟ عبدالله. از کدام ولایت؟ از ولایت غزنی. تشکر. برای ما افتخار است که برادرای اولین از ولایت غزنی خودم زبانش رو گفتم، اینا که از خودی غزنی است بلد نیست. بسیار جالب است. پس فرق بین هنرمند چی است؟ با تمام زبان بلد باشه. خب 300 روپیه فقط برای ما قرض بده خلاص. 100 تو بده صدی. والا نداریم کاری داره. چی؟ نداریم والا. نه لالات. خب سید جای بفشد لالات بشه. نه نیست پیشون. 50 بده قرض. بسیار زیاد متاسف هستیم. نه واقعیت نداری؟ چی کاربار؟ بیکار. واقعا چی کاربار؟ بیکار است. قربان اخلاقتان. تشکر دوستای عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام. چه برای صاحب؟ شما خوب هستین؟ صحت خوب است؟ از کدام ولایت هستم؟ من بله مستقی لالا هستم. مثل یادت مانده آهنگ؟ مستقی لالا از باغ بالا میریم سخی جا. اصل گپ تو. بله اصل گپ ولایت از کجاست؟ غزنی. امروز خوشبختانه ولایت غزنی ولسوالی جاغوری. از سنگماشه، از خجوری، از سبزچوب. سبزچوب. سمت داوده؟ نه. سمت حیدره؟ سنگماشه است. خود سنگماشه است؟ بله. سنگماشه خب مرکز است. آجی صاحب محترم، ما برنامه ما ایتا چالش است که پول میگیریم از کس غریب میدیم در جلو کامره. چقدر واسط کمک کردید مردم؟ او پیش خدا معلوم است که کردیم ما نکردیم. خب خیر اون ما کار نداریم. حالا یک صدی میگیریم باز می یک آدم غریب کم تیر شم برش میتیم. این یک چالش است. امروز شما در تعاون در داریم تو یک شرایط امروزی در از اونا کمک شدیم. هر فرد مردم افغانستان از هر قومی که باشه ما طرفدار هستیم که بیچاره و مسکین و غریب دستش بگیریم. از 10 روپیه شروع تا با بالا خدا واسه. یک صدی مرخه من میتونم صدی قربانه. برام برای خود ندم پیش ریم مردم. بخشش بود. دوستان عزیز مردم که محبت آجی سادگیر کردن، یک مهربان آدم خوب. تشکر بخیر باشی. یک جهان تشکر آجی صاحب. قربان دین ما در جلوی کامرا دفتن تو مرا میفهم خواهش من آجی صاحب میفهمم. قربان نین کمک خداوند کمک کنه. تشکر. حالا میرم دیگه میدان نیست 50 یا موچی گیرم آمد یا اسپندی. برنامه ما را تعقیب کنین.
هزای دل البته میریم کسی را پیدا میکنیم یا موچی باشه یا برادرای اسفندی باشه، برای ما فرق نمیکنه. آجی که برای ما کمک کردن 100 افغانی زورش رسید. سلام علیکم. چی حال داره پدر جان؟ بخیر باشین، سلامت باشین. پدر جان امروز چقدر کار کردی؟ امروز 70 روپه. چند؟ 70 روپه. امروز پدر عزیز 70 افغانی کار کرده. اینی هم البته کم هست، نه بود خود رنگ نه، فقط قبول که دعا که خلاص. حالا میریم کسی پیدا میکنیم موچی باشه یا بسیار وضعیتش خراب باشه پیداش میکنیم. اینجا سابق خلطه فروشی زیاد بود، مردم زیاد بود، حالا پیداش نمیشه. به نظر من که کم است، پیداش میکنیم. بیا که بریم به طرف خیرت. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ صحت خوب خیره. چی حال داری؟ حال بخیر شکر. نام تو چی از کدام ولایته؟ نام ایواز از میدان وردک. از میدان وردک. کاکا ایواز چقدر کار کرد امروز؟ اینو 50 روپه. همین روز؟ همین روز. یک کنجایی دیگه هم که آجی صاحب همکاری کرده که از خود چه 100 افغانی دواخ میکنه آجی را، از کسی دیگه هست. تشکر. از دل یم بود برنامه ما که بازم خنده در لبایتان بیاریم. بازم برنامه ما ادامه داره از هرات پامیر، اینجا کابل است. بازم سلام افغانستان، در خدمتتان هستیم دوستا.